شام 28 فوریه سال 2024 ساعت 19:56 دقیقه به وقت محلی به قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک مرد زنگ زد و خبر داد که در کوچه احمد دانش رقم 17 نزدیکی طرفخانه اوکی مرد بچه‌های 3 متره افتاده به کمک نیاز دارد. برای رسانیدن یاری دسته نوبتداران از واحد نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه فرستاده شد. امدادگران با ریسمان به عمق آن چاه رفتند و او را بالا برآوردند. در جای حادثه او را علاقه طبیبان منتظر بودند. معلوم شد که این مرد در حالت سرخوشی به این چاه فرو رفته است. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده صبح 29 فوریه سال 2024 ساعت 09:39 دقیقه یک زن ساکن کوچه تلو پولادی خانه رقم 41 به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده خبر داد که دو باشنده این بنا اندرون لیفت ماندند و به یاری فوری نیاز دارند. به جای حادثه نجات دهندگان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه رسیپا شدند. معلوم شد که این دو ساکن بنا وقتی به خانه برمیگشتند سوار لیفت شدند، ولی آن میان آشخانه‌های بنا در ماند. بیش از 1 ساعت منتظر شدند که لیفت دوباره به کار می‌دراید. به خدمات صدمه‌ای و دیسپچری زنگ زدند، اما کسی به امدادشان نرسیدند و آنها نوعلاج به قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زدند. امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص در لیفت را باز کردند و ساکنان را از آن بیرون آوردند. آنها به یاری طبی نیاز نداشتند.